عمرن اگه کسی پیدا بشه اینی که الان میخوام بهت بگم و بدونه. حتی خیلی از اساتید زبان همینو نمیدونن. همیشه بهت آموزش دادن که از این دوتا جمله برای گفتن این که یک کاری رو نمیتونی انجام ندی استفاده کنی. درسته؟ مثلا بگی I can't help laughing یا بگی I can't stop doing something. ولی این دوتا با هم فرق دارن. وقتی میگی I can't help inviting someone یعنی دست خودت نیست، ناخودآگاه اون کارو داری انجام میدی. مثلا میگه she's so nice that I can't help inviting her to all my gatherings. دست من نیست، من انقدر مهربونه، من ناخودآگاه دعوتش میکنم. اوکی؟ گرفتی؟ حالا برای دومی چی؟ I can't stop doing something. مثلا I can't stop smoking. یعنی چی؟ یعنی من دارم برای انجام ندادن یک کاری تلاش میکنم ولی بازم نمیشه. بازم دست من نیست ولی تلاش دارم میکنم که این کار رو نکنم و نمیشه. I can't stop smoking. اوکی؟ گرفتی چی شد؟ حالا اینی که الان من میخوام بهت بگم و به این دوتا اضافه کنی هیچکی نشنیده. ببین میگی I can not do something. یعنی چی؟ I cannot not invite him to my party. نمیتونم دعوتش نکنم به مهمونیم. He is my best friend, so I cannot not invite him to my party. بهترین دوست منه، نمیتونم دعوتش نکنم. ببین یه الزامی وجود داره. یه دلیل اساسی وجود داره برای اینکه اون کار رو نمیتونی ترک بکنی. متوجه شدی؟ چی شد؟ توضیحات بیشتر تو کپشن برات نوشتم، حتما برو ببین. اینو لایک کن، برای هر کی دلت میخواد بفرست.